دوستان و همکاران عزیز، ما یه جایی توی برق صنعتی و بحث اینورتر مشکلی که داریم نبود برق سه‌فاز برای تست اینورترهای سه‌فازه که من یه راهکار خیلی ساده دارم که خیلی راحت میتونیم مشکل رو حل کنیم. توی اینورتر ما توی اینورتر سه‌فاز ما 3 تا فاز ورودی داریم. 3 فاز هم که میره سر موتور. درسته؟ بعد این 3 تا فازی که میره سر موتور که باش کاری نداریم. این 3 فاز ورودی ما کافیه به 2 تا از این فازا یه ولتاژ 380 ولت وصل کنیم. این ولتاژ 380 ولت چجوری ایجاد کنیم؟ توسط یه دونه ترانس 220 به 380. با یه دونه ترانس 220 به 380 که اصلا توانش هم مهم نیست. ما هدفمون تو اینجا اینه که فقط بخوایم تابلو سه‌فازمون رو چک کنیم، به خاطر اینکه برق سه‌فاز تو دسترسمون نیست. خیلی راحت میایم چیکار میکنیم؟ یه ترانس، یا من ترانس رو پایین داخل میز کارم گذاشتم، پریزش اینجا آوردم گذاشتم. یه پریز 380 ولت قرار میگیرم. یه ترانس 220 به 380 ولت با آمپرش هم اصلا مهم نیست، توانش هم اصلا مهم نیست. فقط در حدی که بتونه مانیتور اینورتر رو روشن کنه جواب میده. خیلی راحت ما میریم ولتاژ رو وصل میکنیم بهش، ولتاژ 380 ولت رو. الان من بخوام من اینورتر رو ران کنم چون فرمانم از ترمیناله، خیلی راحت میام چیکار میکنم؟ خیلی راحت اینورتر رو رانش میکنم. به همین راحتی، بدون اینکه من از برق سه‌فاز استفاده کنم. چون خودم هم همچین مشکلی که داشتم، این مشکلم برق سه‌فاز بود که با یه روش خیلی ساده اینو حلش کردم. موفق و پیروز باشید.